تاکید به شریکی استراتژی و توجه زیادی روسیه به صنعت و عرصه نظامی در تاجیکستان. 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر امام علی رحمان به مسکو بیانگر حضور گسترده‌تر روسیه در آینده در این بخش‌های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه به مهاجران کاری تاجیک. آیا این گردش مثبت می تواند تاجیکستان را به همکاری نزدیکتری روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ حوادث 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین‌المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان را میتوانیم به 10 گانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتند باید بسیار برجسته باشند. سفر امام علی رحمان به مسکو به فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه‌ای داشت. برخی از کارشناسان حدس می‌زنند امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین به بعضی سازش‌های رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. بسیار این صحبت‌های پس پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است و ما شاهد می‌شدیم که در وقت‌های اخیر کادرهای نو، انتخابات کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمانوف این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است. حالا وضع امنیتی در مرز تاجیکستان با افغانستان که روسیه را مرز جنوبی ژئوپلیتیکی خود می‌داند، دلیل این آغوش‌گشایی گرمی مسکو است یا نزدیکی بیشتری روسیه با آمریکا نظر به چین؟ روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریک است، همیشه از رویکرد چندگونه استفاده می‌کرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه را مشاهده می‌کنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی را مشاهده می‌کنیم، ما دعوت‌های مختلف از جانب رده سوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی را مشاهده می‌کنیم. پس از برجسته شدن بازوی ژئوپلیتیکی بر سر معدن‌های زیرزمینی در روابط کشورهای قدرتمند با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی می‌کنند. امام علی رحمان ضمن سفر گفت تاجیکستان برای تطبیق ظرفیت‌های مناسبت‌های همپیمانی و شریکی استراتژی با روسیه سعی خواهد کرد. ولی روسیه در گذشته بارها این گونه سازشنامه‌ها را امضا کرده و اجرا نکرده است. از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون نیز.